با درود به دوستان عزیز، برنامه دیگر از اندیشکده ایران زمین رو آغاز میکنیم. در اندیشکده ایران زمین ما معمولاً برنامه‌هایی داشتیم درباره امور مسائل فلسفی و جامعه شناسی، تاریخی و سیاسی ایران. در این برنامه من تقاضا کردم از جناب دکتر رزمارا، منوچهر رزمارا، وزیر بهداری آخرین کابینه مشروطه و آخرین کابینه حکومت پادشاهی گذشته، روانشاه دکتر بختیار، که در برنامه ما حضور داشته باشند به مناسبت 28مین سالگرد ترور ناجوانمردانه روانشاه دکتر بختیار مروری کنیم به کارنامه ایشون، کارنامه در واقع کابینه ایشون و برخی از فعالیت‌هایی که ایشون پس از در دوران تبعید انجام میدادند. جناب دکتر رزمارا، من درود خدمتتون عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. جناب دکتر آذری، من از لطف و مرحمتتون بسیار سپاسگزارم که به مناسبت 28مین سال کشته شدن مرغ طوفان زنده یاد شاپور بختیار این موقعیت رو در همین موقع، در همین زمان، در همین هفته، چون ایشون در روز 6 اوت 1991 در حدود ساعت 4-4:30 بعد از ظهر با اون طرز واقعا قرون وسطایی توسط مباشرین رژیم همراه با اون مباشر وفادارشون اونجور عرض کنم که از بین رفتن. من جناب عالی خیلی سپاسگزارم که در این موقعیت بتونم با هموطنانم در مورد این واقعا اتفاق تاریخی که سند جنایت و سند عدم مشروعیت این نظام سرکوبگره که 41 سال یک ملتی رو سرکوب میکنه و برش مسلط شده، با جناب عالی و هموطنانم در میون بگذارم. بله، دوباره سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر رزمارا. من گفتم با هم دیگه یک مروری داشته باشیم به برخی از فعالیت‌ها و اتفاقاتی که در اون دوران افتاده. قطعاً برنامه امروز ما برنامه طولانی نخواهد بود و همینجا دوست دارم که از شما دعوت کنم که اگه بزرگواری کنید و بپذیرید در برنامه‌های دیگه هم با ما باشید درباره برخی از مسائل دیگه مثل جزئیات دقیق‌تر مسائلی که روانشاه دکتر بختیار باش روبرو بودن و همچنین برخی از مسائل تاریخ معاصر ایران مثل ترور ناجوانمردانه تیمسار از مارا و غیره با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. اگر که باز هم بتونیم این گفتگوها رو ادامه بدیم من خیلی سپاسگزار میشم. بنده با کمال میل جناب دکتر آذری در اختیارتون هستم. فردا البته بنده برای 15 روزی میرم به نورماندی، ولی هیچ از کنم مانعی نخواهد بود برای ارتباط داشتن روی اینترنت با جناب عالی و سایر دوستان رو عرض کنم که سرورانم. بنده در خدمت کنم هر موقعی که بنده 24 ساعت قبلش بدونم عرض کنم بنده آماده هستم. و امروز هم برای جناب عالی و در از این چند روز یه سری مستنداتی رو عرض کنم خدمتتون فرستادم. از جمله در مورد البته اونو چند روز قبل فرستادم، در مورد یک مستندی هست به نام یک دوسیه مسکوت در مورد قتل شادروان تیمسار رزمارا که خدمتتون فرستادم. بله، من این مستند رو دیدم و این مستند عرض کنم که در حدود 1.5 سال یا نزدیک 2 سال پیش توسط آقای حسام عمادی که با من تماس گرفتن تهیه شد و در سینماهای ایران و در تهران به خصوص مورد نمایش گذاشته شد. به این دلیل دیر آمد روی، چون قراردادی که داشتن با سازنده این فیلم اینا، ولی به هر حال در حدود 2 هفته پیش این رسید به دست من به صورت CD که من دادم گذاشتنش روی فیسبوک حضور جناب عالی فرستادم. و به امروز از من یه سند دیگری که واقعا یه سند سیاه تاریخ ایران، خیانت
عرض کنم اون روز 22 بهمن اون بیانیه ننگین بی‌طرفی ارتش، این رو عرض کنم که من داشتم و خوشبختانه پیدا کردم و حضورتون فرستادم. بله جناب دکتر آزمارا خیلی سپاسگزارم. بله من اینا رو دریافت کردم، اون فیلمم دیدم، برای همین حالا درباره ترور روانشاد تیمسار آزمارا بعداً با هم دیگه صحبت میکنیم در یه برنامه دیگری. در این برنامه فکر نمی کنم که متاسفانه نه دیگه جاش نه، کاملا درسته. بله بله. درباره روانشاد دکتر بختیار، جان باخته راه میهن بختیار، چند نکته رو من میخواستم به عنوان یک با شما در میون بگذاریم و یک صحبتی بکنیم که این از نظر تاریخ معاصر ایران اینها بسیار مهم هست و اینها باید ثبت و ضبط بشه. درباره 3-4 نکته هست که اگر اجازه بدید من ازتون خواهش کنم، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. روی یک نکته من یک تأکیدی میکنم که البته با هم دیگه تلفنی هم صحبت کرده بودیم. من اول میخوام از نظر شما به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به روانشاد جان باخته راه میهن دکتر بختیار تفاوت بختیار رو با روانشاد بختیار رو با جبهه ملی و شخص آقای مصدق از نظر شما من بدونم. این برای من بسیار جالبه، چون از اونجایی که خب به هر حال پلتفرم فعالیت روانشاد بختیار جبهه ملی ایران بود و بعدها البته این جبهه بهش خیانت کرد و از اون اخراجش کردن، خیلی ها روانشاد بختیار رو تداعی میکنن با جبهه ملی، ولی تفاوت ها بسیار روشن و مشخصه. من میخوام نظر شما رو درباره این تفاوت ها بدونم. بسیار جناب دکتر آزادی مطلب اساسی رو مطرح کردید، به خصوص از نقطه نظر شخص من، و اون این است که جناب دکتر آزادی اگر به خوبی آدم شخصیت بختیار رو در نظر بگیره و سیر فعالیت‌های سیاسیش رو از 1324-25 در نظر بگیره تا 2 بهمن 57 و اون اخراجش از جبهه ملی، در حقیقت بختیار به زعم شخص من یک اشتباه مهم کرد و اون عدم شناسایی واقعیت جبهه ملی. این جبهه ملی از نظر او که واقعا یه ملی و یه وطن پرست بود، به غلط جبهه ملی رو ملی تصور کرد. شاید متوجه نشد که این جبهه در حقیقت روی یک اساسی بنا شده که یک جبهه ملی مذهبی است، یعنی درست 180 درجه با باورهای خود بختیار تفاوت داره که یک آدمی کاملا لایق و آنیوستیک بود. بختیار در حقیقت جناب دکتر آزلی، بختیار قربانی جبهه ملی شد و جناب عالی اگر که اون کتاب یک رنگیش رو که فرانسهش به نام مفید دیته است بخونید، در لابلای این کتاب کاملا متوجه میشید که با تمام وفاداری و احترامش به مصدق انتقادهای بسیار بسیار عمیقی نسبت به شخصیت این آدم داشت که کاملا دیده میشه که بختیار در حقیقت میدید که این آدم اون گرفتاریایی که برای خودش و برای زمان خودش و برای ایران ایجاد خواهد کرد کاملا نمیدید. ولی خب روی اون وفاداری، چون بختیار یک شخصی بود که تا آخرین روزهای زندگیش نسبت به خاطره مصدق وفادار مونده بود. من البته به این یک نمره بسیار بالای وفاداری میدم، ولی از نظر خودش و از نظر مملکت یک اشتباه فاحشی بود که در حقیقت به نابودی ایران انجامید و خود بختیار قربانی شد، چون خیانتی که جبهه ملی و اون سران 8-9 نفری که در حقیقت از همراهان همسنگران دیرینه بختیار بودن 25-30 سال قبل، اینها واقعا با اون نامردی که کردن و با اون خنجر خیانتی که زدن ایران رو نابود کردن و بختیار رو قربانی کردن. این جناب
دکتر آذلی، این واقعیت قضیه. اما اونجایی که مربوط به شخص منه، من در خدمتتون اینو یکی دو دفعه گفتم در این صحبتام، ولی بد نیست امروز اینجا تکرار بکنم. زمانی که من به دلایلی که حالا از برنامه‌های گذشته حتما جناب عالی اطلاع دارید که من در چه شرایطی با بختیار آشنا شدم، زمانی که من این دستی که به طرف من دراز شد، این دست رو پس نزدم و فشردم و قبول مسئولیت کردم در اون شرایط اضطراری که یک شانس با اون وضعیت و با اون وضعی که جبهه ملی ایجاد کرده بود برای موفقیت، برای نه من نه سایر همکاران و حتی دکتر بختیار، این دست رو من پس نزدم. و البته رئیس فامیل من، رئیس خانواده من، برادر دیگری که داشتم که سنن بزرگتر از تیمسار رزمارا بود و بعد از عرض کنم پدرمون و بعد از تیمسار رزمارا ایشون رئیس فامیل بود، از من یک گلگی کردن و اون این بود که گفتن که آقای دکتر شما چطور ممکنه برید با کسی کار بکنید که در حقیقت این طرفدار کسی هست که مسئولیت عمده‌ای در قتل برادرمون داره. من جناب آذلی این جواب رو به برادرم دادم و قبول کرد. گفتم تیمسار امروز نه مسئله مصدق مطرحه و نه مسئله سپهبد رزمارا، امروز مسئله ایران مطرحه. اگر ایران یک شانس روی 1000 یا 10,000 داشته باشه، این دعوت و این دست رو آدمی مثل من و کسی مثل آخرین برادر شما نباید رد کنه و این رو قبول کرد و این رو من خیلی خوشوقتم جناب آذلی امروز در خدمت شما بحث کردم. بله خیلی سپاسگزارم از توضیحی که گفتید. بله اولا شما واقعا به خاطر کشور به هر حال هیچ کس تو اون شرایطی که تقریبا همه چی از دست رفته بود قبول مسئولیت نمی‌کرد. اون کابینه آخر کابینه‌ای بودن که اعضای وفاداری بودن، ایران دوست بودن و مسیر زندگیشون در دوران تبعید هم نشون داد که چقدر ایران پرست بودن. درباره یه تفاوتم کاملا با شما موافق هستم. بختیار فرد لایکی بود، یعنی اصلا ایشون موضوع پایان‌نامه دکتراشون در سوربن ایشون اصلا همین لایسیته بود و در صورتی که جبهه ملی به درستی شما اشاره کردید و واقعا در واقع دست روی مطلب بسیار زیبایی گذاشتید. اصلا جناب آذلی وسط فرمایشتون این عکسایی که هست روی زمین شما ببینید، دیدارهایی که مصدق با کاشانی با سایر آخوندا با عبا کاملا اصلا این شخصیت با شخصیت لاییک بختیار 180 درجه فرق داشت. بله آقای مصدق ایشون در بهترین حالت شاید یه چیزی بودن در حد سکولار، یعنی لایک نبودن، ولی با تمام این حرفا ایشون حتی از سکولار هم فراتر رفته بودن و ایشون در تصمیم گیری هاشون در واقع همونطور که شما به درستی اشاره کردید اون نیروهای مذهبی رو دخالت میدادن. ایشون بودن که بدعت مصدق کاشانی بود که تبدیل شد به بدعت بازرگان خمینی، یعنی اون بازرگان خمینی دقیقاً تکرار تاریخ بود، از دل مصدق کاشانی در اومد. بنابراین و بچه های جبهه ملی، اون بچه هایی که رسمیت پیدا کردن همین ملی مذهبی ها بودن و بعد حتی مجاهدین خلق که از ملی مذهبی ها اومدن بیرون. بنابراین این مشخص کاملا که در جبهه ملی ایران رگه های بسیار قوی مذهبی وجود داشت و دارد، تا کنون دارد و هنوز هم دارن. الان در جامعه در پوشش اصلاح طلبا دارن همون خط رو میرن. بله آفرین، یعنی دقیقا همین هست و دقیقا این ادامه داره. در صورتی که بختیار اولا یک فرد لایکی بود، ایشون با آخوندها کاری نداشت و اینکه ایران براش از همه مهمتر بود و رسما هم از نظر رسمی هم اگر ما بخوایم رسما جبهه ملی بختیار رو اخراج کرد، یعنی دیگه هیچ گونه رابطه ای رسما نداشت، دیگه رسما آمده بود. جناب آذلی یکی از عوامل شکست بختیار، من نمیخوام بعد تا بهتون بگم، اگر جبهه ملی این کار نکرده بود بلا شک بختیار 50-60% امکان موفقیتش بود. بختیار 2 ضربه مهم خورد در وسط فرمایشتون.
یکی این اخراج جبهه ملی که این واقعا بختیار رو زیر پاش رو خالی کردن، و مطلب دوم عدم قبولی تیمسار جمع در مورد تقبل مسئولیت وزیر جنگ و رئیس ارتش که اون البته پرونده دیگه داره که شاید در سال بعدی تو مطرح بشه. بله دقیقاً همین هست. بله من قبل از اینو خیلی خوشحالم که شما این تفاوت‌ها رو گفتید، برای اینکه خیلی ها این اشتباه رو میکنن مثلا، و برخی از اعضای جبهه ملی هم متاسفانه سوء استفاده میکنن در صورتی که خودشون رسما اخراج کرده بودن روانشاه دکتر بختیار. مسئله دوم اقدامات دولت بختیار هست و همون گونه که میدونید من میخواستم اگر اجازه بفرمایید شما جناب دکتر رزمارا یک اشاره مختصری فقط داشته باشیم تا بیایم به اصل مطلب که بخش سوم برنامه ما هست. یه اشاره مختصری به اقدامات دولت بختیار در اون 37 روز و یک سری انتقادهایی هم وارد بوده به این که معمولا میگفتن که بختیار روند انقلاب رو تسریع کرد. شما به عنوان کسی که در کابینه حضور داشتید حضرت عالی چه نظری دارید و به نظر شما چه اقداماتی انجام شد، چه اقداماتی درست بوده و چه اقداماتی احیانا جای انتقاد داره؟ جناب آذری، بنده خدمتون از اون آخر شروع میکنم. اگر ما اشتباهی کردیم و من شخصا مسئول یک قسمت از این اشتباه هستم، با اینکه البته این مطلب به این سادگی نبود، اگر ما این دید رو داشتیم، این امکان رو داشتیم که اگر سوال بعد بکنید که از خروج شاه جلوگیری میکردیم، این اون مطلبی است که شاید ما بیبایستی اگر میتونستیم، که البته عملا اگر سوال بکنید اینقدر مانع جلو بود که ببخشید جناب دکتر رزمارا میونه صحبتتون، من یک شایعه یعنی به نظر من این یک شایعه پخش میشه از طرف طرفداران اعلیحضرت فقید که اعلیحضرت روانشاه بختیار شرط گذاشتن که اعلیحضرت فقید از کشور خارج بشه، در صورتی که ما میدونیم قبل از اون موقعی که اعلیحضرت فقید با دکتر صدیقی صحبت کرده بودن، دکتر صدیقی بهشون گفته بود بمونید، من حاضرم نخست وزیر بشم ولی شما باید بمونید. خود اعلیحضرت اینو رد کرده بودن. بنابراین اینجا یک سوالی پیش میاد که آیا واقعا شرط بختیار بوده که باعث شده که اعلیحضرت از ایران برن، یا اینکه اعلیحضرت اصلا خودشون میخواستن از ایران برن؟ اعلیحضرت خودشون رو مجبور دیدن که از ایران برن بیرون. مطالب خیلی مفصلی رو داره. اگر که جناب عالی این مصاحبه آقای دکتر امیرحسن افشار رو ببینید کاملا واضحه. یعنی اون روزی که در اواخر عرض کنم که شریف امامی و عرض کنم قبل از اینکه ازهاری بیاد در مقابل در اون کاخ نیاوران قصر فیروزه این امرای ارتش میافتن به پاشون اینها، اگر این رو نداری من برسه، این مصاحبه آقای امیرحسن افشار است که اونجا این ارتش داره اصلا از بین میره، که اونجا به آقای امیرحسن افشار میگه که ارتش بود اویسی رو بخوای. در همین زمان که به امیرحسن افشار میگه سفرهای رو انگلیس و امریکا رو بخواید، اینا وقتی که میان اینا در حقیقت ظاهرسازی های کار بوده، ولی روی هم رفته. سولیوان اونجا مرتب عرض کنم فشار به اعلیحضرت می آورد که حتی اعلیحضرت وقتی که با امیرحسن افشار از این کاخ فیروزه میان برن که اون کاخ پایین، وقتی آقای امیرحسن افشار میگه اعلیحضرت چطور شد شما این کار کردی، اعلیحضرت میزنه توی سینه‌اش میگه اینا دیگه من نمیخوان. توجه کردی؟ اعلیحضرت خودشون میخواستن برن. بختیار شرط نداشته بود، چون شما ببینید این من بارها این سال از این طرفداران واقعا از کنم مجازی، من اسمش مجازی میذارم سلطنت، میگفتم خب اگر که این مطلب درست میگید شما،
که شادروان صدیقی شرط قبولیشو گذاشته بود ولی که ایشون بمونه، که قبول نکرد. بختیار عرض کنم بعد از این که حس کردیم که شاه فقید اون صمیمیت و خلوص نیت با ما داره، به خصوص در مورد عدم همکاریش رو ثابت کرد، بختیار و ما فکر کردیم شاید اگر که اعلیحضرت در اون زمان، در اون شرایط، در اون عرض کنم که جو آشفته تهران نباشن، شاید حتی پیشنهاد شده بود که شاید اعلیحضرت و بعدم پیشنهاد بعضی از امرا که اعلیحضرت در به اصطلاح محیط فضای ایران بمونن، تشریف ببرن به کیش. اعلیحضرت اصرار داشتن، عجله داشتن که برن. جناب عالی کتاب این آقای پرویز ثابتی رو بخونید قربون. و بختیار به هیچ عنوانی این شرط رو نذاشت. بنده تکرار میکنم که شاه خودش رو ببینید جناب حاضری، این برای ایرانی سرشکستگی داره. اعلیحضرت فقید از 28 مرداد 1332 آنچنان مقهور عرض کنم که دیپلماسی امریکا شده بودن که از خودشون عرض کنم که به کلی تصمیم و اتخاذ تصمیم از خودشون سلب شده بود. ایشون وقتی که حس کردن امریکا دست حمایتش از سر ایشون ورداشته، خودشو باخت و اصرار داشت هر چه زودتر از مملکت بره بیرون. این خود واقعیت مملکت بود. این پرانتزی که من اضافه کردم اون این بود که شاید ما علی رغم تمام این مسائلی که بنده خدمتتون عرض کردم، این اونست که 1/11 عرض کنم که این مسئولین دولت خدمتتون مطرح میکنیم، شاید ما میتونستیم اگر وسیله داشتیم دست به اقدامی میزدیم که جلوی رفتن شاه رو بگیریم و با این سران ارتشی که این برنامه رو داشتن شاه رو نگه داریم در فضای مملکت. و این یه چیز کاملا تئوریکه، به هیچ عنوانی نه ما امکانش داشتیم و نه اینی که شاه خودش میخواست. نه بله، اگه که ایشون بله قرائن و شواهد دقیقا نشون میده که صحبت‌های حضرت علی درست هست، به خاطر اینکه بهترین دلیلش هم شرط روانشاه دکتر صدیقی هست. ایشون گفته بودن شما بمونید، من نخست وزیری رو قبول میکنم و این پیشنهاد نخست وزیری رو قبل از روانشاه دکتر بختیار به دکتر صدیقی داده بودن و چون شرط دکتر صدیقی ماندن ایشون در ایران بود، ایشون قبول نکرد. بنابراین جناب تو وسط فرمایشتون میدونید بعد از اینی که اینو میگیم، چون من بارها ازشون پرسیدم، وقتی اینو میگن خب میخواست بختیار قبول نکنه. گفتم آخه بختیار چرا قبول نمیکرد؟ چرا عدم مسئولیت خودش در شرایط بحرانی گفته خب بختیار قبول نمیکرد. گفتم اگه بختیار قبول نمیکرد بلافاصله بازرگان آمده بود. بدونید اینا وقتی که چیزن، وقتی که میگن که مرغی میگه شترم، میگن بار ببر میگه مرغم. این شاه اللهیه و این طرفداران کاذب سلطنت اینجور منطقشونه. نه شما درست میفرمایید. نه شواهد نشون میده و همینطور هم که فرمودید در کتاب‌های مختلف اومده که بسیاری از در واقع امیران ارتش ایران از اعلیحضرت فقید درخواست کردند که ایشون در ایران بمانند، از جمله تیمسار بدرعی و خیلی از تیمسار بدرعی بود، تیمسار خسروداد بود و تیمسار اسمش یادم رفته. بله. که خسروداد میفته روی پای اعلیحضرت، میگه اعلیحضرت ارتش داره از بین میره، فحش میدن، توهین میکنن، یه کاری باید کرد. درست. هاشمی نژاد، درست میفهمم. این ستا سپهبد هاشمی نژاد، بعد رحیمی و خسروداد. بله و بدرعی. خیلی ممنونم جناب دکتر ازمارا حضرت علی. 2 مسئله مهم رو که واقعا من میبینم توی فضای مجازی و توی اندیشه ایرانی ها این اشتباهات هست.
یکی تفاوت بختیار با جبهه ملی رو درک نمی‌کنن. شما به خوبی توضیح دادید و همچنین اقدامات دولت بختیار و خروج اعلیحضرت فقید که خب به هر حال باعث فروپاشیه، مثل در واقع شطرنج بود، مثل سیاست مثل شطرنج. وقتی شاه از صحنه شطرنج سیاست خارج بشه اون رژیمی که اعلیحضرت لااقل 25 سال اخیر اون تیپ رژیم اتوکراتیک آریامهری اصلا تمام راه ها رو بسته بود و جناب دکتر بعد الان ارزم تموم بشه و فاجعه این بود زمانی که ما آمدیم نوشدارو بعد از مرگ سهراب وضع از دست رفته بود. توجه فرمودید؟ اگر اون زمانی که اون نامه 3 امضایی یعنی سنجابی و فروهر و بختیار که تقدیم شد حضور اعلیحضرت و من در سطح دانشگاه پخشش کردم، اگر واقعا در اون زمان به جای اون مهره سیاه شریف امامی که یکی از خائن‌ترین و سیاه مهره ترین این رجال سیاسی لااقل 50 سال اخیر ایران بودن، اگر اون زمان حتی همین بازرگان، حتی همین سنجابی، من حتی بختیارم نمیگم، یا صدیقی که سابقا وزیر کشور واقعا مصدق بود، اگر آورده بودن اصلا امروز من و شما آقای دکتر آواره این دنیا نشده بودیم. زمانی که ما آمدیم این کانسر تمام بدن ایران رو گرفته بود. بله حضرت علی کاملا درست میفرمایید. یعنی اشتباهات انقدر زیاد بوده که هر شخص بیطرفی الان بخواد به صورت ابجکتیو، یعنی ما فقط ابژه رو نگاه بکنیم و ابجکتیو بخوایم نگاه کنیم، اشتباهات اصلا کاملا مشخصه. اجازه بفرمایید که در وقت باقی مونده ما بپردازیم به یک مسئله بسیار بسیار مهمی که در واقع این هم از مسائلی هستش که خیلی مطرح شده در اینترنت و نخستین بار هم حضرت علی بود که مطرح کردید اگه خاطرم باشه، در همونطور که فرمودید در یک مصاحبه با صدای آمریکا. این رو همونطور که میدونید برمیگرده به خیانتی که امیران ارتش کردند و برخی از امیران ارتش، البته نه همه، و در واقع سر آنها و در آقای فردوست و قره‌باغی بودند. بی‌طرفی اعلامیه بی‌طرفی ارتش که سرنوشت ایران رو تغییر داد برای تا به امروز نزدیک به نیم قرن، و اعلامیه بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی که خب هم خیانتی بود هم به شاهنشاه و هم به کیان ایران زمین. خب این بیانیه پشت دولت روانشاد دکتر بختیار رو هم شکست و عملاً پس از این اعلامیه میشه بگیم که اون دولت دیگه وجود نداشت. یعنی تیر خلاص رو به آخرین دولت مشروطه اعلامیه بی‌طرفی ارتش زد. این مسئله که چگونه این بی‌طرفی انجام شد، خیلی نظرات مختلفی درباره این مطرح هست. از جمله این که از نظر تکنیکی بحث میشه که چگونه هایزر و یا برخی از افسران آمریکایی به ایران اومدن، مذاکراتی کردن با امیران ارتش و ستاد فرماندهی ارتش و باعث شدن که جلب نظر اونها رو برای اعلامیه بی‌طرفی به دست آوردن. اما یک مسئله بسیار مهمتری که غالباً فراموش میشه این است که چرا باید امیران ارتش این استقلال رو داشته باشند که بدون نظر نخست وزیر قانونی کشور، بدون اینکه اون در جریان باشه، وارد گفتگو بشن با نظامیان یک کشور دیگری، یک کشور ثالثی و کسب تکلیف بکنن. در اینجا نظرات مختلفی مطرح هست. خب این تا قبل از اینکه حضرت علی این نظر رو مطرح کنید اکثراً بر این باور بودن که خب ارتش و فردوست خیانت کردند، اما امروزه این مسئله مطرح شده که اصلا اختیار ارتش به
روانشاه دکتر بختیار داده نشده بود. یعنی اصلا ارتش قبل از ترک اعلیحضرت از کشور در واقع اختیار اون به شخص فردوست داده شده بود. بنابراین فردوست وقتی که این اختیار رو داشته طبیعتاً خب اختیار تصمیم گیری داشته و میتونسته که تصمیم بگیره. این شما در مصاحبتون با صدای آمریکا مسئله رو مطرح کردید، از یک خاطره‌ای بود از جلسه معارفه روانشاه دکتر بختیار به امیران ارتش. من میخواستم اگر که امکان داشته باشه در گفتگو امروز یک مقدار درباره اون مسئله توضیح بفرمایید و اینکه در واقع بدونیم که چه گذشت در اون جلسه معارفه و اینکه چرا ارتش از نخست وزیر قانونی کشور تبعیت نمی کرد و حرفشنویی نداشت و خودسر عمل می کرد. من صدا ندارم دیگه. ببخشید صدای منو تا کجا داشتید؟ تا همه آخر داشتم. الان داره. الان دارید. بله. من عرض کردم که حضرت عالی بفرمایید که چه اتفاقی افتاده بود که ارتش از نخست وزیر قانونی کشور روانشاه دکتر بختیار تبعیت نداشت و به صورت خودسر عمل میکرد و خودسر تصمیم میگرفت. این چیزی بود که ما عملا شاهد بودیم، اما جزئیاتش رو اگر میشه لطف بفرمایید برای ما یه مقدار توضیح بدید. با کمال میل. جناب دکتر آذری، اولا سیستم فرماندهی ارتش یک سیستم کاملا فرماندهی خاصی بود که فقط و فقط اون رأس هرم برای کوچکترین تصمیمات در نیروهای مسلح میبایستی که اظهار نظر بکنه، یا خودش یا اون نزدیکترین کسانش. و این مطلب اگر که شما همین مصاحبه آخر تیمسار جمع رو ببینید که به عنوان گله در از کنم که مصاحبه با آقای امیرارسلان افشار هست که اگر خدمتتون نیست بفرستم، اون اینه اصلا تیمسار جمع میگفتش که من که رئیس ستاد بزرگ بودم اصلا کاری نبودم، خود فرماندهان مستقیم میرفتن با شاه تصمیم بگرفتن و وقتی من میگفتم به عرض رسید دستور داده شد. این سیستم غلط فرمانده. مطلب دوم جناب فاضلی و اون عرض کنم که حاکمیت قاطع مشاورین نظامی امریکا در رأس فرماندهی ارتش ایران که اولا این نارضایتی بسیار عمیقی از نقطه نظر واقعا ارق ملی ایجاد کرده بود. اصلا جناب عالی اگر اطلاع داشته باشید یکی از دلایلی که شادروان ارتش بود هدایت برخورد پیدا کرد یعنی این بود که یک کاپیتان یک لیوتنان ارز کنم امریکایی می اومد به هیچ وجه نه احترامی برای ژنرال امریکایی ایرانی داشته چی و یکی از نارضایتی های هدایت این بود که رایش کردند و بالا یه برنامه دیگری کردند. عرض کنم که این سیستم فرماندهی ارتش به این صورت غلط بود و بعدم در اون ماهای عرض کنم دی و بهمن 57 امریکا با فرستادن هایزر هر دفعه که با ایران می آمد اول میرفت شرفیاب میشد. اون موقعی که آمد تا وقتی که خواست بره رفت حضور اعلیحضرت، ولی در این فواصل با بازرگان و با این مراجع دینی و عرض کنم با این اعضای جبهه ملی و اینا به خصوص با بازرگان عرض کنم اینا ملاقات داشتن. در نتیجه امریکا تمام قدرتش رو گذاشت که ارتش فلج بشه. این در مورد عرض کنم که ارتش بود. اون شبی که فرداش یعنی 16 ژانویه 1979 که اعلیحضرت از مملکت خارج شدن، شب امرای ارتش فرماندهان نیرو همین تعداد اسامی که امروز خدمتتون فرستادم تقریبا همه اینا رو میخوان، نه به عنوان معارفه، به عنوان این است که به اینها بگن در غیاب من فرمانده ارتش دستور از نخست وزیر بگیرید. نخست وزیر در اون جلسه حاضر بوده و بعد از اینکه صحبتات تموم میشه نخست وزیر اجازه مرخصی میگیره و میاد که بره
با اون گرفتاریایی که داشت. وقتی که امرا پا میشن برن، اعلیحضرت اشاره میکنه که بشینن. در اینجا به امرا میگن نه، در غیاب من دستور از تیمسار فردوس میگیرید. و جناب حاضری 3 نفر از کسانی که در این جلسه بودن این مطلب رو به من گفتن. یکی تیمسار طوفانیان بود، یکی تیمسار شفقت بود و یکی نمیدونم رحیمی بود یا به هر کدوم بود. 3 نفر بودن. ولی در جوار این شادروان سناتور یار شاتر، سناتور یار افشار، عرض کنم که این مطلب رو به من گفتن. این اشخاص همشون فوت کردن، در این دار دنیا نیستن، ولی بنده به شرفم قسم این عین حقیقته که این اطلاعی که من دارم و با صدای امریکا صحبت کردم و با این صراحت بنده این مطلب رو گفتم، این است که اعلیحضرت در حقیقت بعدم سویت قضایا، پیشرفت قضایا به هفته‌های آخر کاملا نشون داده که آقای فردوس و اون عرض کنم که بردستش، اون همدست و به اصطلاح تبانیگرش قره‌باغ اینا بودن. که البته اینا بنده یه پرانتز فقط خیلی خصوصی باز بکنم، میدونید هر دوتای اینا یه مقداری انحرافات و فساد اخلاقی داشتن. پرانتز میبندم، این شناخته شده بود در دانشکده افسری از سالهای 1621-22. این بدبختی جناب حاضری، واقعیت قضایا ایران مفت از دست رفت. ایران روی واقعا خیلی مطالب پیش پا افتاده، واقعا سخیف، واقعا بی حد و حصر، بی مایه یه مملکتی از دست رفت. بله درسته. خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی که به این نام این 3 نفر که به شما گفته بودن اشاره کردید در این گفتگو، چون خیلی همیشه این مطرح بود که چه اشخاصی این رو گفتن و درسته که به هر حال در قید حیات نیستن، اما بالاخره باید این گفته میشد، چه اینکه عملا هم مسیر حوادث همین رو نشون میده. یعنی عملا هم پس از خروج اعلیحضرت فقید ارتش به هیچ عنوان حرف شنوی از نخست وزیر قانونی نداشت و حتی من یکی از مصاحبه‌های روانشاد بختیار رو هم که میدیدم، ایشون میگفت که من فرمان بمباران 400 دستگاه رو داده بودم که به ربیعی دستور میده که اسلحه نیروی هوایی بزنند که این هما فرارش کنن و اطاعت نمیکنن. جناب حاضری بنده یه چیز خدمتتون عرض کنم. امریکا با تمام قدرتش زورش رو گذاشت که ارتش رو خضع کنه. بنده یه مطلب خدمتتون عرض کنم، نام جناب عالی رشیدی، شادروان تیمسار سپهبد بدره‌ای توسط فدایی خلق کشته نشد. تیمسار بدره‌ای توسط یک ستوان 2 یا ستوان 1 امریکایی کشته شد. بسیار مطلب جالب، من اینو نمیدونستم. این رو شهادت هست که این 2 امریکایی میرن بیان، وقتی بیان میبینن تیمسار بدره‌ای کشته شده. اینا تا این حد امریکایی‌ها تبانی داشتن. تیمسار بدره‌ای رئیس گارد شاهنشاهی و فرمانده نیروی زمینی چند تنها تیمساری که حتی در همین بنده خدمتون عرض کردم، اگر که 2 دقیقه وقت باشه، یک کتاب کوچیکی در اومده که ماحصل 33 ساعت یا 32 ساعت صحبت‌های شورای فرماندهانه که این عرض کنم پیاده شده به نام ما مثل برف آب میشویم. تمام این اسامی که امروز بنده خدمتتون هستم در این شد و آدم وقتی که این کتاب رو میخونه، این کتاب کوچیک رو میخونه، ما مثل برف آب میشویم، گریش میگیره که چطور در رأس یک ارتشی که خودش رو ارتش 5 دنیا میدونست و معتقد بودن که تا خرخرش عرض کنم که مسلح است و بهترین تسلیحات داره، در این حد عرض کنم که اداره میشده که در اون جلسه تیمسار بدره‌ای پا میشه و حتی اسلحه کمریش میکشه، میگه هر کس به این بیانیه به رأی بده، من همینجا دستور میدم بکشنش. تا این حد این آدم وطن پره و به این دلیل بود که خیلی زود، چون این منتظر بود که اون تیپ زرهی که از همدان قرار بود بیاد به ایران، که در میون راه
همین فدایان خلق و مجاهدین ریختن و تمامش رو از بین بردن. این به خاطر این بود که امریکایی‌ها دیدن یکی از فرماندهانی که قاطعاً وایساده اینه که دادن توسط یه ستوانیه یا ستوان دوی امریکایی با یه همدستی که رفتن توی دفتر این آمدن بیرون، بعد رفتن اون به اصطلاح گماشته یا راننده این وقتی رفته که اینا آمدن بیرون می‌بینه که تیمسار رو کشتن. بله. خیلی سپاسگزارم از اینکه این مسئله رو گفتید، هرچند که در برنامه‌های بعدی دوست دارم که باز بعضی از این مسائل رو با جزئیات بیشتری با حضور حضرت عالی بشکافیم، ولی یک مطلب رو هم که مربوط میشه به عنوان آخرین مطلبی که امروز مطرح میکنیم میخواستم که از جناب عالی بپرسم و آن مربوط میشه به فعالیت‌های روانشاد دکتر بختیار در دوران تبعید و ترور ایشون. سوالی که من از حضرت عالی دارم اینه: چه شد که روانشاد دکتر بختیار رو در فرانسه، به هر حال کشوری که آزاد هست، کشوری که لایک و دموکرات هست، در این کشور میکشن و تمام شواهد و قرائن نشون میده که پلیس در واقع فرانسه همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با تروریست ها داشته، یعنی حتی فرصت هم برای اونها فراهم میکنه که از کشور خارج بشن. من میخوام بدونم چه خطری بود و چه کاری روانشاد دکتر بختیار داشت در اون شرایط، در اون موقعی که ترور انجام شد انجام میداد که اینها رو وادار کرد که خب سازمان‌های اطلاعاتی ایرانی و خارجی با هماهنگی هم خب ایشون رو حذف فیزیکی کردن. اگر در این باره لطف بفرمایید کمی توضیح بدید، من سپاسگزارم. جناب دکتر آذری، اولا بنده یه پرانتز باز کنم و اون این است که بزرگترین اشتباهی که دکتر بختیار کرد و دوستان از نزدیک و وفادارش کردن اون بود که سازمان نهضت مقاومت ملی از همون اوان در اون عوامل واقعا ناشایست و از کنم ناخاطرجمع از گروه‌های مختلف، به خصوص کنفدراسیونیا، به خصوص همین جبهه ملی و اینا نفوذ کرده بودن. این بود که از نقطه نظر سیاسی به نظر من که من خودم واقعا متأثر بودم و خون دل می‌خوردم و متاسفانه کاری از دستم بر نمی‌آمد، اون این بود که این سازمان نهضت مقاومت ملی علیرغم امکاناتی که در اختیارش گذاشته بودن از نقطه نظر سیاسی و استراتژی سیاسی و ژئوپلیتیک کاملا ناتوان. این یک. دو، عدم احساس مسئولیت فرزندش گیو بختیار که ایشون در حقیقت مسئول درجه یک حفظ پدرش بود و در اون اوان لااقل اون سال اول ایشون موظف بود که و بودش هم ایشون در اون پهلو که دکتر بختیار اونجایی که بیشست و اونجایی که کشتم، ایشون در اون پهلو یه اتاقی بود اونجا بشینه و دائما اونجا باشه. متاسفانه ایشون در این اواخر دیگه احساس مسئولیت نمیکرد، دلیلش هم نمیدونم نه که اگر اونجا اون روز بود همچه اتفاقی از خودم که نمیافتاد. به ترتیبی که اون ماه‌ها و سالهای اول باور کنید آقای دکتر، من که غالبا میرفتم اونجا، شبا میرفتم، اینا بعضی وقتا به خاطر امتحانات قلبی دستگاه اعدام می‌بردن، منم میگشتن حتی اینقدر سفته بود. ولی خورده این مکتب شل شده و بعدم عرض کنم که وقتی که خود نهضت مقاومت ملی بعد از اون قیام شاهرخی اینا دیگه حس شد که دیگه کارآرایی نداره و عوامل نفوذی هم در شورای نهضت عرض کنم که نفوذ کردن. حتی دو تا شورا، یه شورای اصلی بود که در 9 نفر ما بودیم، 9 یا 10 نفر، یه شورای بزرگی بود شورای نهضت که 30 خورده بود که بوی رحمتی هم حتی اونجا آورده بودن نشونده بودنش. این هم عرض کنم که از ایران بعد از اونی که اون
سوء قصد اول در 1981 در همین نزدیکی منزل من نویی از کنم که اتفاق افتاد و نافرجام موند، نظام دیده بود که به هر حال لااقل اگر که بختیار از نقطه نظر سیاسی و از نقطه نظر استراتژی و نظامی خیلی نمیتونه مؤثر باشه، ولی اسمش و بازتاب اسمش و پرستیژی که پیدا کرده برای اینا یه خطریه. این است که زمانی که میتران آمد و با اون زد و بندایی که با نظام کردن به خاطر آزاد کردن گروگاناشون که در بیروت بودن اینا، عرض کنم که آقای دوما آمد اینجا و با بختیار یه ملاقاتی داشت و تقریبا گفته بود که شما بهتره که از این مملکت از فلان که برید. حتی بختیار تصمیم گرفته بود که از فرانسه بره، ولی که امکاناتی براش عرض کنم که فراهم نشد. چندین جا در نظر گرفته شد، امریکا، گابون، کانادا، ولی خودش هم نمیخواست که از اینجا بره. در نتیجه جواب منفی به دوما داد. فلاحیان و اون وزیر خارجهشون کی بود اسمش، دکتر الان مشاور ولایتی، آقای ولایتی، اینا آمدن اینجا و با زد و بندایی هم که با دوما داشتن که وزیر خارجه بود، دوما به اینا گفته بود که شما اگر یه راه حل دیگری پیدا بکنید فرانسه خیلی اشکالی نمیبینه. اینجا در حقیقت به اینا فهمونده بود که شما یه راه دیگری پیدا کنید. بعد همون موقع به خاطر آزاد شدن این گروگاناشون بیتران عفو میده و انیس نقاش رو، اون قاتل دفعه اول رو که سوء قصدش نافرجام مونده بود، اینو آزاد میکنه میره ایران. انیس نقاش وقتی میره ایران، تمام اینا در یک کتابی هست که من اینجا دارم، کاوش آنکت در مورد قتل دکتر بختیار، تمام اینا در اونجا هست. عرض کنم وقتی که انیس نقاش بر میگرده میره به ایران، به اونا میفهمونه که بعد از این اگر که باید به دکتر بختیار از بین بره، در خارج از منزل کشتنش خیلی مشکله. بختیار رو باید در داخل منزلش کنه. از 1983 جناب آذری اینها شروع میکنن به بررسی کردن. از یاسوج اصفهان این مویر احمدی رو پیدا میکنن و اون محمد آزادی از 1983 و اینها طی یک برنامه خیلی مدونی با کمک و سرمایه گذاری در حدود 6 میلیون تا 10 میلیون دلار از ایران، از ترکیه، از عرض کنم که سوئیس، اتریش، تمام اینا این سازمان رو عرض کنم میدن تا حدی که اینجا در همین پاریس یک خانه عرض کنم اجاره میکنند و اینا. تمام این بررسی که این چه جور به قتل برسه عرض کنم که اینا انجام میدن. اون روزی که این اتفاق میفته روز سه‌شنبه 6 اوت 1991 بوده. اون روز در ساعت 3:30 من به دکتر بختیار تلفن کردم به دلیل یه مسئله فامیلی، یعنی یکی از دخترای من سومی ازدواج میکرد مثل اولی و دومی که دکتر بختیار به عنوان بزرگ فامیل آمده، گفت چون در اسپانیا برگزار شد دیگه معذرت خواست، گفت من دیگه اسپانیا نمیتونم بیام. من تلفن کردم که نمره منزل گیو رو که در همین پاریس بود بین نمره 3 و 4 تردید داشتم، تلفن کردم به این دلیل. بعد به من گفت فلان دیگه چند روزی ندیدم که بیا اینجا. گفتم هر وقت شما بگید من میام. گفتش که من امروز ببینید، امروز من 3-4 نفر باید بیان منو ببینم، بعد از این شما به من تلفن بکنید که بیاید. حالا اگر که اتفاقا من اون روز رفته بودم اونجا، یا این قتل انجام نمیشد یا منم همراه از کنم که سروش کتیبه ارشم رفتم. برحال من از ساعت 5:30 به بعد که به من گفته بود تلفن زدم، همینطور تلفن اشغال میزد، یعنی اینا گوشی تلفن رو برداشته بودن و گذاشته بودن کنار. اینها قربون سرسا اونجا بالا دعوا میشه،
سروش یه آدمی بود که خیلی باریک اینا ولی قوی بود، اونجا کتککاری میشه و این در کتاب در دادگاه بختیار خانم عرض کنم پری سکندری که این رو نوشته، اونجا این دسترسی پیدا کرده به تمام عرض کنم که دوسیه دادگاهی بختیار، تمام اینا اونجا هست، اونجا دعوا میشه. این سهرسا اطلاع پیدا کردن اون روز سه‌شنبه، یعنی سر و صدا میشه عملا. بله، سه‌شنبه شب آقای دکتر آذری در پاریس طوفانی میاد که تمام این پنجره ها به هم میخورده. اون موقعی که اینا سهرسا اگر یه پنجره یه در بسته نبود می اومدن به این سروش بیچاره میگفتن اینو ببندید. اون کسی که روز چهارشنبه صبح آقای دکتر این جعبه های مواد خوراکی رو میاره، این میمونه چون بیچاره سروش میرفته و این چهارشنبه صبح میمونه تا پنجشنبه صبح. گیو بلا فاصله از این مکتب اطلاع پیدا میکنه. منتها وزیر کشور فرانسه و رؤسای پلیس بهش دستور میدن باید ساکت بشه، خفه بشه، مطلقا حرفی به کسی نزنه تا اینا بهش بگن. به ترتیبی که تمام ماها که تلفن کرده بودیم به بختیار میدیدیم اشغاله، خانومش تلفن کرده بود میدید اشغاله، چون هر روز اون خانومش که نزدیک منزل دیگری میکرد، اون بچه 2 ساله‌ای که از بختیار پیدا کرده بود میآورد که بختیار این بچه رو، پسرش که الان 27 سالشه در این امریکا هست، چی اسمش دورج بختیار، اونو ببینه. خانمش چند دفعه تلفن میکنه جواب نمیده. همه ما نگران میشیم. عباس خلی بختیار، مشیری، شریفی، تمام تلفن میکنه. بعد از کنیم که از لس آنجلس تلفن میشه که از شیراز به ما گفتن که بختیار از بین رفته. از لس آنجلس میگن به اینجا که شیراز بهشون این داده. وقتی که عباس خلی بختیار و خانم بختیار تلفن میکنن به گیو میگه هیچ نگران نباشید، پدرم حالش خوبه. که بختیار و سروش کشته شده بودن. وقتی که پنجشنبه صبح اینا فکر میکنن که این قاتلا ناپدید شدن، اون محمد آزادی و وکیلیراد از مرز خارج شده و این بوی رحمدی هم رفته غایب شده، اینا اجازه میدن که این مسئله برملا بشه. منتهای مراتب یه اتفاق میفته و اون نیست که اون مأمور مرز فرانسه و سوئیس مشکوک میشه به این ویزای قلابی اینا رو برمیگردونه تو پاریس. اینجا کار به اشکال برمیخوره که بعد به هر حال محمد آزادی میره خودشو نجات میده. اون وکیلیراد مراجعه میکنه به سفارت ایران در برن و محلش نمیذارن، خروج رسون نمودن. اونو 48 ساعت بعد پهلوی لک دونبان میگیرن و میارن اینجا توی محاکمه. از کنم ایشون بود به اضافه 15 نفر دیگه هندی و اینا که من به عنوان از کنم که مطلع دادستان خواسته بود که رفتم اونجا. این جناب حاضری واقعا این قتل آقای بوی رحمدی چی میشه جناب دکتر؟ فاجعه آمیز نامردانه است. و بعدم اینکه در حقیقت پلیس فرانسه چشمشو به هم گذاشت و با زد و بندایی که با ایران آقای دوما و بیتران کردن به علت منافع خودشون. البته آقای دوما ماهی 800,000 فرانک با یه دفتری از کنم رژیم براش درست کرده بود دیگه، خیلی سوا هنوزم به اسکلام میرن و میان اینا. این واقعا برای یک کسی که 2 مرتبه برای فرانسه خدمت کرده بود، یه مرتبه در جنگ 1940 در ارتش فرانسه و بعدم بعد از شکست در اون شبکه مقاومت فرانسه، در اون شبکه فلیکس گایار که بعد نخست وزیر فرانسه میشه فعالیت کرد و یه همچین رفتاری با یه همچین آدمی واقعا خب ببینید خیلی خیلی دور از اخلاق نامرد. آقای ببخشید جناب دکتر ازمارا، آقای بوی رحمدی چی میشن؟ الان در تهران، در ایران با رفیق دوست کار میکنه، رئیس یک قسمت اقتصادی مهمی
اونم در آبادان یا در اهواز در اون خطوط. بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید و خیلی همین گفتگوی ما که کمتر از 1 ساعت طول کشید ولی بسیاری از نکات مهمی رو در تاریخ معاصر ایران به نظر من مشخص میکنه. به لطف شما این مطالب هر چی شناخته شده بشه، هر چی به خصوص این 2 نسل بعد از انقلاب، این جوانها که تشنه واقعا و اون شرایط 57 رو ندیدن، هر چی اینا این واقعیت ها رو بدونن به نظر من برای آینده ایران مؤثر خواهد بود. بیشک اون هم از زبان یک شاهد تاریخ. خواهش میکنم اون هم از زبان یک شاهد تاریخ که خودش در کابینه دکتر بختیار حضور داشته و تا کنون در واقع همواره برای کشورمون روشنگری کرده. جناب دکتر منوچهر رزمارا، خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی که دعوت بنده رو قبول کردید و در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که در آینده بتونیم سر موردهای دیگری نیز این گفتگوها رو ادامه بدیم تا برخی از مسائل و نکات تاریخ معاصر ایران هم آشکار بشه از زبان شاهدان تاریخ که به هر حال شما در یک موقع بسیار حساس کشور مسئولیت مهمی داشتید و شاهد اون جریان ها بودید. درباره روانشاد جانباخته راه میهن دکتر بختیار مطالب بسیار زیادی هست ولی متاسفانه دیگه وقت ما به پایان رسیده. امیدوارم که در برنامه دیگری در اندیشکده ایران زمین در حضور حضرت عالی باشم. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید. که فقط جناب دکتر عالی موظف هستم که از مهر و محبت شما و این موقعیتی که به من دادید که به هر حال در اواخر عمر برای من اگر که یک رسالتی باقی مونده فقط و فقط عرض کنم این است که اون چه که میدونم به طور واقعا با اعتقاد و با صحت و واقعا شرافت حضور هموطنانم از خودم عرضه بکنم. این اون خدمتی است که من میتونم بکنم ولی دیگه برای من جناب آذری اصلا و ابدا مطلب دیگری مطرح نیست و من خیلی خیلی از جناب عالی و این امکاناتی که دارید که از خودم که من رو دعوت کردید سپاسگزارم. من در خدمتتون خواهم بود. اگر و عرض کنم اینم به جرأت کنم اگر احتمالاً امروز برنامه و صحبت‌های من ارزشی داشته باشه به خصوص روی دقت و روی عرض کنم که ابژکتیویته سوالاتی است که جناب عالی مطرح کردید، چون اون چیزی که مهمه بسیار به نظرم از اونی که جواب میده مهمتر اون کسی است که سوال رو مطرح میکنه و جناب عالی یه سری سوالات واقعا نمیخوام بگم حیاتی ولی یه سری سوالات واقعا دقیق که اینها مبهم مونده بود، اینها یه طرز دیگری عرض کنم که بازتاب پیدا کرده بود با نهایت عرض کنم دقت و نهایت منطقی که مختص خود جناب عالی هست اینا رو مطرح کردید و من امیدوارم که تونسته باشم اون چه که دانستم خدمتتون عرضه بکنم. بی نهایت شما کمک کردید و حضرت عالی مطالبی رو که گفتید همواره نشون دادید که در نهایت حسن نیت هست و میهم پرستانه برای روشن شدن نقاط مبهم و تاریخ معاصر ایران هست. جناب دکتر منوچهر رزمارا یک بار دیگه از حضرت عالی سپاسگزارم و بدرود میگم. بشه بدرود، شب جناب عالی شاد و برای کلیه هموطنان و بینندگان و شنوندگانتون بهترین آرزوها رو دارم. شب خوش. شب خوش.